یکی از بخش خانم‌ها پرسان کردن که زنی که ولادت میکنه تا چند روز میتونه روزه نگیره در ماه رمضان؟ و اگر یک خانم در ایام نفاس روزه نگیره در ماه رمضان، بعد از رمضان قضایی بیاره کفایت میکنه یا هم باید کفاره بده؟ خانمی که تعداد روزه هایش زیاد شده و نمیتونه قضایی بگیره، اون میتونه اگر توانایی فدیه دادن را داره فدیه بپردازه. همین اللهی که ما را دستور به روزه گرفتن داده، همین الله گفته که بر تو رخصت است، تو روزه را بخور فعلا. ماه رمضان بر شما خوبان مبارک باشد. ما در پهلوی برنامه‌های دعوتی و آگاهی دهی امسال نیز تصمیم داریم برنامه توزیع افطاری برای روزه‌داران، توزیع مواد غذایی برای نیازمندان و دستگیری از عزیزان را در این ماه پر از خیر و برکت داشته باشیم. تمام این برنامه‌ها به کمک‌های مالی با پول زکات و با پول صدقات شما صورت می‌گیرد. تمام برنامه‌های خیریه ما با گزارش دقیق و ثبت ویدیو از رساندن کمک‌ها و امانتی‌های شما قابل اجرا خواهد بود. پس شما می توانید با ارسال امانتی‌هایتان از طریق شماره واتساپ با ما در تماس شوید. سلام به همه، خوش آمدین به برنامه پاسخ به سوالات رمضانی. خیلی خوشحالم از اینکه با یک قسمت دیگر در خدمت شما هستم. جناب استاد سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. من به نوبه خود عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که روزهای رمضان به خوبی و خوشی سپری بکنم. بخیر باشین. استاد شما چطور هستین امروز رمضان؟ خوش میگذره؟ شکر است، ماه رمضان ماه خوبی هست. فعلا که راضی هستم. گوشناتش نخونه میشین؟ طبیعتاً بعد از چاشت که میگذره چون عادت داریم به چاشت خوردن دیگه باز گرسنه میشه. استاد ضعیف شدین میگم. فکر نمی کنم، یعنی نه میگین بعد از چاشت گوش نمیشه، مال خود روزا کوتاه است. خب معده ها آموخته است. استاد امروز موضوع بیشتر برمیگرده به، البته سوالات برمیگرده به بخش خانم ها. بسیار خوب. انشالله که زیر تاثیر نرین چون سوالاتشان کمی زنانه است. ما قبل از اینکه بریم روی سوالات هم یک مقدمه رو بیان بکنم. معمولا در جامعه ما یک عادتی هست که اگر کسی نام خانم بگیره زیر تاثیر میره. موضوع زنانه اگر باشه یا موضوع دینی مربوط به زنها باشه، اینجا احساس شرم میکنن، حیا هست، نباید همچین موضوعاتی رو بیان بکنیم. اما من میخوایم بیان بکنم که زنها نیم پیکر جامعه هستند. زنها مادر هستند، زن خواهر هست، زن همسر هست، زن بالاترین جایگاه را داره. و حتی در آیات قرآنی وقتی ما میبینیم این اکرمکم عند الله اتقاکم، مخاطبش زنها و مردها هست، فرق بین مرد و زنی نیست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، باز همون انسان مربوط به مرد و زن میشه. و لقد کرمنا بنی آدم، باز هم مربوط به مرد و زن میشه. این دید متاسفانه در جامعه افغانستان ما و شما که میشرمیم حتی از نام همسر خود، از نام خانم خود، از نام خواهر خود، این دید را ما کوشش میکنیم با این برنامه ها از بین ببریم. چون اسلام شکلی که مرد یک شخصیت داره، زنم یک شخصیت داره، شخصیتش مورد احترام هست. و قضایای فقهی که مربوط به زنها و مربوط به خواهران عزیز ما و با مادران عزیزی که ما رو میبینن، این قضایای فقهی یعنی شرم نداره. یک مسئله را اگر پرسان میکنه اوج بی‌حیایی باشه، نه، حق دینیش هست، مسئولیت هست. همین را نپرسه، ندانه، فردا باز دوباره مورد بازپرس قرار بگیره که چرا این مسئله این گونه میشد، یا در فلان موقع باید نماز میخوندی، فلان موقع نباید روزه میگرفتی. اینها را ندانه، باز ندانستن ای بست. به خاطر بیایم همین دید کاملا برداریم. زنان مسلمان هستند، مؤمن هستند، انسان هستند، مکمل ما و شما هستید. زن نمی بود من امروز نبودم، شما نبودین، آرامش در خانه نبود، در هم زندگی نبود. به خاطر بیاییم دید شرم‌آمیز نسبت به زن ایره برداریم و من کوشش میکنم سوالات رو به مو رک بودن پاسخ بدم تا که انشالله یک جرقه بشه و یک آغازی بشه برای عزیزای دیگر و دوستای دیگری که اگر میخواین صحبت بکنن در مورد خانم ها و زن ها، همو احساس شرم و حیا به سوی منفیش نکشانن. و البته یک نکته دیگه هم اضافه بکنم، مقدمه این کم طولانی شد، مشکل نیست. بیاییم همه غیرت ربطی به دین ندیم و حیا و بی حیایی در این قضایا ما دخیل نکنیم.
خیلی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار بر رو راست مردم می آمدن و زنها می آمدن مسائلشون از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسان میکردن. و در زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حتی نمونه داریم که یک خانم آمده بود یک سیب رو میده به امام ابو حنیفه و از او پرسان میکنه. یعنی چگونه پرسان میکرد؟ پرسانش رازآلود بود، رمزآلود بود، نه اینکه حال بیای نام اعضای خود بگیره، نه، یک سیب میده نزد امام ابو حنیفه و بعد امام ابو حنیفه با چاقویی رو میگیره دو نیم میکنه و میده نزدش. دیگران نمیفهمن چی شد، رازگونه پاسخ داد این سیب هدفش چی بود، این خانم داد چرا این رو دو نیم کردی و به این حالت پاسخ میده. یعنی که حتی از امامان ما بسیار راحت بحث مسائل قاعدگی، عدت ماهوار، ولادت، شیکدهی و مسائل مربوط به زنانگی راحت پرسان میشد. ما هم امروز اگر خواهران ما نمیدانن کوشش بکنن پرسیده بشه، پرسان بکنن و ایره به سوی خدایی نکرده به بحث بی‌حیایی و یا این و آن کش ندین. و متاسفانه به یک قضایا بعضی از دوستای ما رو لقب هم داده بودن. مثلا یکی از دعوتگرای مشهور جامعه ما و شما چون در این قضایا بیشتر توضیحات داده بود، بیشتر چی کرده بود، او رو به نام لازم نمیبینم ولی لقب هایی داده بودن که لقب ها هم نشأت از جهل میگیره. من زیاد پرگویی کردم، بریم روی سوالات. مشکل است واقعا نکات خوبی رو اشاره کردن که متاسفانه در جامعه که ما زندگی میکنیم این قسم قضایا رو به عنوان ای که غیرت افغانی ما اجازه نمیده اصلا بیان نمیکنن و یا هم برای زنان فرصتی رو نمیدن. به هر حال استاد در رابطه با ولادت گفتین، یکی از بخش خانم‌ها پرسان کردن که زنی که ولادت میکنه تا چند روز میتونه روزه نگیره در ماه رمضان؟ بسیار عالی. زمانی که یک زن مادر میشه و وضع حمل میکنه یک مریضی زنانگی به او رخ میده به نام نفاس. از لحاظ شرعی را به نام نفاس میگن، یعنی به مجردی که مریضی ولادت و در میان جامعه ما و شما هست میگه درد خود یاد کرد. همین درد که یاد میکنه مربوط میشه به مریضی نفاس، از شروع میشه. در زمان نفاس الله تبارک و تعالی نمازهای خانم را کاملا بخشیده، یعنی نمازش نه قضایی داره، نه کفاره داره، نه فدیه داره، بخشیده شده. هیچ میمانه در قسمت روزهش تا زمانی که مریضی نفاسش جریان داره روزه خود را باید بخوره، یعنی روزه نگیره، ولی بعدن زمانی که جور شد سطمن شد قضا بیاره. حال چی مدتی را گفتین شما؟ دقیقا روی مدت سوال کردین. مدت برای هر خانم فرق میکنه، برای هر خانم فیزیک وجودی هر خانم فرق میکنه. بیشترین مدت مریضی نفاس 40 روز است، یعنی یک خانم از 40 روز بیشتر مریضی نفاسش ادامه نمییابه. ولی کمتر از این هست، بعضی خانم ها هستن 10 روز از مریضی از وضع حمل آنها که بگذره جور میشن، بعضی ها 15 روز، بعضی ها 20 روز، بعضی ها 1 ماه، بعضی ها تا 40 روز. این خود خانم میدانه، یعنی زمانی که همو خونریزی از او، چون خود نفاس هم یک دوره خونریزی هست، خونریزیش متوقف شد این زمان روزه گرفتن ره شروع بکن، یعنی میتونه روزه بگیره. بازم بحث اجبار نیست، چون بعد از این مرحله باز دوران شیردهیز شروع میشه که باز تفصیلات و توضیحات خاص خود را داره. پس بالاترین دوره مریضی ولادت یا نفاس 40 روز است. کمتر از 40 روز هر قدر که شد خانم میتونه که عبادات خود دوباره شروع بکنه. استاد اگر یک خانم قبل از ماه رمضان ولادت کرده باشه و در ماه رمضان در شب رمضان بعد از سحری قبل از اذان صبح مرض نفاسش به اتمام برسه، میتونه کم روزه بگیره یا خیر؟ بسیار خوب. ببینید اگر به صبح بعد از سحری از مریضی نفاس پاک بشه شرط غسل کردنش نیست، یعنی خانم غسل نکرده ولی توانایی روزه گرفتن همون روز رو داره، سحری کرده، یعنی میتونه روزه بگیره، اشکالی نداره، روزهش صحیح است، میتونه روزه بگیره. و اگر توانایی روزه رو نداره به مجرد از اینکه پاک شده بگه باید حتما به روزه بگیرم بدون سحری و بدون آمادگی و اینها، به خاطر ضعف بدنی روزه نگیرم اشکالی نداره. اما اگر سحری کرده بود، سحری معمولا خانم ها حالتی است که
همی الله برنا اجر بده غذای سحری و غذای افطار تمام آقایان همی خانم ها جور میکنن و خانم حتی مریض هست میبینی که صبح وقت قبل از بیدار شدن بیدار شده غذا را آماده کرده جور کرده بو خاطر این هم غذا خورده آماده هست یعنی حال از مریضیش پاک شده و نیت روزه را کرده روزه بگیره اشکالی نداره یعنی بدون ازی که غسل کنه نه میتونه روزه خودش شروع بکنه بله حتما چون شرط روزه طهارت نیست شرط آغاز روزه و یا تداوم روزه طهارت نیست و نفاس خودش ناپاکی حکمی هست ناپاکی حکمی است به خاطر روزهش صحیح هست ولی به خاطر نماز صبح خود باز غسل میکنه و نماز صبح خود پیش میبره و اگر یک خانم در ایام نفاس روزه نگیره در ماه رمضان بعد از رمضان قضایی بیاره کفایت میکنه یا هم باید کفاره بده در ایام نفاس اصلا نباید روزه بگیره یعنی اگر ما نداریم متوجه شدین یعنی یک خانومی که مریضی ولادت داره نباید روزه بگیره مأمور امر الله تبارک و تعالی است همون اللهی که میگه روزه بگیر بعد میگه روزه نگیر یعنی دستور الله تبارک و تعالی است نباید روزه بگیری این روزه نگرفتنش نقصی در دینش نیست این به معنای کمبودی در اون نیست دستور الله هست در همین زمان و بعد از اینکه از مریضی ولادت خود پاک میشه کفاره که به هیچ صورت نداره چرا چون دستور الله تبارک و تعالی است بر او قضایی لازم است که قضایی بگیره همین روزهایی که از پیش او فوت شده و یک حالت دیگر هم هست که اگر قضایی های از بسیار زیاد باشه توانایی قضا آوردن نداشته باشه فدیه هم میتونه بده و فدیه چی است؟ فدیه است که از مقابل هر روزی که ای خورده مثلا 30 روز رمضان خورده مقابل هر روز یک فقیری را طعام متوسط هم خانه خود بده مثلا معمولا به خانه هر خانه طعام متوسطش فرق میکنه بعضی خانه ها هست که شاید هر شب نان و چای بخوره بعضی خانه ها هست هر شب شاید قابلی بزنه در پهلوی قابلی شاید کباب هم بزنه نه همون میانگین غذایی که در سفرهش پیدا میشه در بدل هر روزی که خورده همون فدیهش رو بپردازه پس کفاره نداره قضایی اول قضایی بگیره اگر توانایی قضایی گرفتن رو نداشت فدیه بپردازه استاد یک سوال دیگه در ذهن خودم پیدا شد خب یک زن مثال امسال ولادت کرد در ماه رمضان امسال روزه نگرفت یعنی فدیه هم شاید توانش نباشه 30 روز کامل فدیه بده و قضایی هم نمیتونه سال بعد باز مادر شیرده سی و باز هم میتونه که روزه رو بخوره درسته بله. و سال بعد پس دوباره حامله میشه و باز هم برای مادری که حمل داره برای هم اجازه است که روزه رو بخوره و سال بعد پس هم قسمی روال ادامه داره تا چند سالی چه قسم میشه چند سال کامل پی در پی روزه نگرفته فدیه هم زیاد میشه و قضایش مشکل است ما یک داستان به شما بگم چند روز پیش به خاطر دستگیری یک فامیل رفتیم و کمک‌های عزیزان میرساندیم الله قبول کنه این مادر 8 فرزند داشت و بیشترین انتقادی که دوستا کرده بودن به کسایی که ویدیو رو دیده بودن که نمیتونی چرا اولاد بیاوری 8 فرزند داشت بزرگترین فرزند از این 13 بود یا 14 بود به این سن بود خب یعنی این همون سوال شما یعنی 9 ماه بارداری ازی هست بعد از مریضی ولادتش میشه باز دوران شیردهی هنوز این طفل دوران شیردهیش تمام نشده باز دوباره حامله میشه باز دوباره 1 2 3 یعنی 13 ساله که عروسی کرده 13 سال کامل از پیش خورده شده و خورده شده هم سهوی نه شریعت به او اجازه داده چون دوران چی بوده 13 سال 13 ماه و اگر خواسته باشه قضایی بیاره چگونه قضایی بیاره مشکل است ببینید اولا علما در باب کسایی که روزه قضایی آنها زیاد است به خصوص به خانم ها یک از علما میگن که اصلا صحیح نیست که فدیه بپردازه تا زمانی که توانایی داره 1 روز 2 روز بگیره 1 سال شد 2 سال شده مت بگیره یک از علما این نظر دارن ولی یک از علما باز کمی در این قسمت میاین دید میانه روانه تر و دید آسانگیرتر بیان میکنن که دید هم دید قبول شده هست دید فقهی هست دید اسلامی هست خانمی که تعداد روزه هایش زیاد شده و نمیتونه قضایی بگیره اون میتونه اگر توانایی فدیه دادن را داره فدیه بپردازه یعنی توانایی زیر داره که مسکین را طعام بده مطابق به همون روزهایی که از او قضا شده اینا رو به میان فقرا غذا توزیع بکنه آیه صریح قرآن کریم هم هست یعنی میتونه حتما
همو روزایی که قضاشو دوره فدیه بپردازه. اما میبیم یک سوال دیگر ره، چون دوران شیردهی هم یاد کردین، در مورد دوران شیردهی و دوران حمل هم یک صحبت داشته باشیم. دوران شیردهی زمانی که یک مادر و طفل متولد میکنه تا 2 سال دوره شیردهی یا تا 2.5 سال دوره شیردهی یک فرزندش که هست، در این دوران اگر طفلش گرسنه میمانه، توانایی خرید شیر خشکم نداره و اگر خودش روزه را بگیره کمبود شیر میشه، با مشکل مواجه میشه و یا خود شیر دادن برش باعث ضعف بدنیش میشه، باعث بروز مشکلات دیگر برش میشه. مثلا قبلا میگفتن بیهوش بشه، نه، شاید با شیر دادن باعث پوکی استخوانش بشه، شاید باعث کمخونی بشه یا مریضی های دیگر، که بر این خانم شیرده اجازه است که روزه خود را بخوره. حالا 1 سال شیردهی، دوران شیردهی بود، 2 سال شیردهی بود، برای اجازه هست. و همچنین خانمی که حامله هست، بعضی از خانم ها ضعیفتر هستند، لاغرتر هستند، یعنی به خاطر مواد غذایی کمتر، به خاطر فقر خانوادگی، به خاطر یعنی در دوران حاملگی دکتر برش تجویز میکنه، میگه که تو ترکاری زیاد بخور، غذاهای مقوی زیاد بخور، روزه نگیر. و دکتر هم معمولا در جامعه اسلامی که دکتر مسلمان هست و این برش پیشنهاد میکنه، بر این خانم هم اجازه است که روزه را بخوره و بعدا غذایی بیاوره. پس این 2 حالت، هم دوران وضع حمل، دوران حاملگی و هم دوران شیردهی، اگر ضرری بر بدن خود خانم میرسه یا بر بدن طفلش، چه در داخل بطنش باشه، چه ولادت کرده باشه و دوران شیردهیش باشه، به او یک مشکلی ایجاد میشد، پس بر او شریعت اجازه داده که روزه را بخوره. استاد خیلی خوب بیان کردین. در رابطه با حیض، یکی از بخش دختر خانم پرسان کردن که من ماه مبارک رمضان را نمیخوایم روزش از پیش من قضا شود چون احساس گناه میکنم و میخاطر در ماه رمضان از دکتر دوا میگیرم، دوای تاخیر عدت ماهوار، تاخیر عدت پریودی. آیا خوردن دوا و استفاده کردن از دوا در ماه مبارک رمضان جایز است؟ ببینید در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میگه که ما در دوران عدت ماهوار، یعنی بسیار رک راست بیان میکنه بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها، ما روزه را میخوردیم و نمازها را هم ترک میکردیم در عدت ماهوار، بعداً روزه را قضا می آوردیم ولی نمازها اصلا قضا نمی آوردیم. این حکایت ازی داره که در یعنی اصلا عدت ماهوار یا حیض یا دوران قاعدگی یا پریودی یک نیاز طبیعی بدن زن است. گاهی اوقات ما ضربه میزنیم به بدن خود با خاطر تقوا، مثلا میگیم که از روی تقوای کار میکنن. معمولا خواهرای عزیزی که میخوان این دواها را استفاده بکنن، هدفشان این است، میگن که ماه مبارک رمضان ترک نشه. خب همین اللهی که ما را دستور به روزه گرفتن داده، همین الله گفته که بر تو رخصت است، تو روزه را بخور فعلا. چرا؟ چون دوران عدت ماهوار هم تأثیر بدنی داره و بدن خانم ها ضعیف میشه و هم تأثیر روانی داره. خانم ها بی حوصله تر میشن، حوصله آنها کمتر است، زودتر عصبانی میشن و از دید روانی هم بر اونها تاثیر داره. به خاطر الله تبارک و تعالی گفته که روزه را بخون. بهتر و اولاتر به کسی که اگر به خاطر تقرب به الله تبارک و تعالی میخواد که این کار را انجام بده، بهتر این هست که روزه ماه مبارک رمضان بدن خود را تو نرمال بگذاره. مریض شد قد روزه را بخوره، نماز را ترک بکنه و هیچ مشکلی هم به او نداره. بهتر و تقوا روش متقیان ای هست، به حالت طبیعی بگذاره. و اگر خانمی مثلا مطمئن باشه، بر نزد دکتر حاذق و پیشرفته، دکتری که بدانه، متخصص باشه، پرسان بکنه، چون معمولا تابلت ها و دواهایی که به خاطر تأخیر حیض، به خاطر تقدیم حیض، به خاطر بارداری به اینا استفاده میشه، اینها تغییر هورمون میده و تأثیر منفی روی بدن داره، روی بدن خانم‌ها. حتی اگر 1% ضرر داشته باشه، استفاده کردنش صحیح نیست. 1% ضرر به بدن خانم داشته باشه صحیح نیست. به خاطر اگر دکتر برش گفت هیچ ضرری به بدنت نداره و تو 1 ماه استفاده بکن، اشکالی نداره، روزه ایش صحیح است، روزه که اینا گرفتن صحیح است. ولی باز هم بیان میکنم بحث تقوا
پرهیزگاری تقرب الی الله این هست که بدن خود را همون نرمال بگذاره. باشه که الله که بدن مرا خلق کرده، اگر مریضی میآید در حالت مریضی مرا رخصت داده، پس ما نباید به نفسای خود سخت بگیریم. ما نباید کاری بکنیم که یعنی یک چیزی را الله بر ما دستور نداده ما او رو بیایم بر خود تحمیل بکنیم. این دیگه روش تقوا و روش دینی نیست. یک نکته دیگر را من در باب دکتر صاحبا بیان بکنم. چون گفتم که دکتر حاذق بیان بکنه، اینجا شاید بعضی عزیزا سوال بکنن ما در کشورهای غربی هستیم و اینجا دکتر مسلمان نیست، خب نظر از این ما چی بکنیم؟ آیا قبول میشه که او بر ما میگه روزه نگیر، ما روزه بگیریم یا نگیریم؟ اینجا میخوام یک توضیح بدم. در زمان قدیم یک رقابت اجتماعی میان جامعه مسلمان ها با غیر مسلمان ها بود. یعنی دکتری که در او جامعه بود اگر مسلمان نمی بود کوشش میکرد تأثیر عقیدتی روی آنها داشته باشه، بدون اینکه همون حرفه و هنر خود مد نظر بگیره کوشش میکرد که بیاید و دیدگاه شخصی خود، دیدگاه مذهبی خود بیان بکنه و گاهی اوقات باعث میشد که یک فرد مسلمان از دین باز بداره. مثلا میگفت روزه نگیر بر تو ضرر داره، از روی عقده میگفت، از روی تخصص نمیگفت. امروز هر دکتری که در کشور، هموطنای ما در خارج از کشور هستن، زیاد هستن، نزد یک دکتر میریم که متخصص هست و معمولا در فضای کار میکنه که اونجا به جای عقده تخصصش کار میده و بر مبنای تخصص خود نظر میده. دو دکتر اگرچه دینش با دین ما فرق هم بکنه میتونه که دید از او، چون دید از او دید عقده‌ای نیست، دید متخصصانه هست. همون دکتر اگر غیر مسلمان هم باشه، اگر گفت روزه نگیر و بدنت ضرر داره و یا مشکلی برات ایجاد میکنه، میتونن نظر او دکتر را هم استفاده بکنن چون او از روی تخصص گفته. و دلیل که علما بیان میکنن که از دکتر مسلمان استفاده بشه چون هدف این هست که دکتر مسلمان عقیده و دین را مد نظر میگیره و از روی تخصص بیان میکنه. او هم که از روی تخصص بیان کرده پس نظرش صحیح هست. واسه سوال دیگه است که اگر یک زن در وسط روز حیض شد، یعنی مدارون پیریودش رسید، او چی کنه؟ روزه را ادامه بده یا باید بخوره؟ ببینید چند حالت داره. اولا ای که یک خانم بعد از اینکه سحری میکنه، اذان صبح دادن، مریضیش آغاز میشه، تا وسط روز روزه گرفت مریضیش آغاز میشه، و یا حتی یک خانمی هست یک روز مکمل روزه گرفته تا نماز عصر خوانده، هنوز 10 دقیقه به اذان شام مانده، در همین لحظه تمام این حالت ها باعث این میشه که روزه همون روز از بین بره و بر او قضایی داره. یعنی یک خانم اگر از شب مریض باشه، خبر نباشه که مریض بوده، صبح روزه گرفته، روزهش از ریشه صحیح نیست، همون روز باید قضایی بیاره. وسط روز، اول روز، آخر روز هم نداره. یعنی یک خانمی که مریض میشه، اول روز مریض شد، بعد از نماز صبح مریض شد، بعد از نماز عصر مریض شد، باز هم روزه همون روز خود باید قضایی بیاوره و باید بخوره. یعنی لازمی نیست که فرد حتما چی بکنه، بگه که من تا عصر گرفتم دیگه مریضم شدم خیر من نمیخورم. نه، به مجرد از اینکه عدت ماهوار شروع بشه، چی چیزی بخوره، چی چیزی نخوره، چی چیزی بنوشه، چی چیزی ننوشه، چی بگه من روزه میگیرم، روزش میشکنه. و به خاطر لازم است به مجرد از اینکه مریضی آنها آغاز میشه روزه خود خاتمه بدن و بعد از رمضان با زور قضایی بیاورن. حالا یک روز بود، 2 روز بود، 3 روز بود، اشکالی در این قسمت شروع کنه نیست. بله استاد، خوب نکته بیان کردین. اما به شخصی که خداوند اجازه خوردن داده و او میره پنهانی میخوره، اگر در ملا هم بخوره چی میشه؟ بسیار خوب. ببینید چند فرد است که الله تبارک و تعالی به اونها اجازه داده که در صراحت قرآن کریم که اینها روزه را میتونن بعداً بگیرن. یکی مریض هست، یکی مسافر هست. مریض کسی که مریضی طبیعی داره، مرد باشه زن باشه، عمل کرده هست، یا عدت ماهوار باشه یا مریضی ولادت باشه، به الله اجازه داده که روزه را بخوره. ای که در ملأ عام نمیخوره، اون مربوط به خودش میشه. الله برش اجازه داده که همین روزه را بخوره. اما یک نکته ما و شما باید مد نظر داشته باشیم که خود را به محل اتهام قرار ندیم.
پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید اتقوا مواضع التهم، از جایی که به تهمت قرار میگیری از اونجا پرهیز بکن. مثلا شاید یک جای روزه را بخوره یک فردی نسبت به او دید بدی ایجاد بکنه، نه، اگر زمینه برش مساعده که داخل خانه بخوره، خال شوهرش اگر به خانهش میفهمه خانمش مریض است، اگر پدر باشه مادر باشه، این درک باید داشته باشه و این انتقاد نسبت به او نکنه. و معمولا مردها در یک خانه نکته رو باید متوجه باشن که اگر خواهرشان مادرشان که از حال شد نگه بیان نکنه که من مریض هستم یا حالت عدت دارم روزه رو میخورم، فردا او چرا روزه رو میخوری، فلانی روزه رو خورد، مورد تمسخر قرار بده. از این کارا نکنیم، چون ما هم این دید رو داشته باشیم و خود فردم کوشش بکنه که مورد تهمت دیگران قرار نگیره. زمین برش مساعد بود جای تنها باشه بهتر هست، ولی اگر در ملأ عام هم بخوره، ملأ عام یا تنهایی، برای گناهی نیست. شما مسافر گفتین، خیلی از اجزای ما مسافر هستن در ماه رمضان یا هم کار شاقه انجام میدن، اینا چه قسم کنن؟ روزه رو بخورن یا هم باید بگیرن؟ الله تبارک و تعالی بحث مسافر را قبل از بحث مریض بیان میکنه و سفر خودش مشقت های خود را داره، فرق نمیکنه تو به هواپیما سفر بکنی، چی به موتر سفر بکنی، چی به پیاده سفر بکنی، چی یک اسب رو بگیری و پیاده جلوش حرکت بکنی و به یک مسیر بری، همه اینها مسافر هست. مسافر از لحاظ فقهی کسی رو میگه که فاصله 3 شبانه روز مسیر راه را که امروز علما او رو جمع کردن به اساس کیلومتر، بعضی 75 کیلومتر، بعضی 80 کیلومتر رو به فاصله ها که یعنی از این فاصله دورتر بره، قصد ماندن بیشتر از 14 روز را نداشته باشه. یعنی مثلا قرار باشه بره به یک جایی سفر تجارتی داره یا سفر سیاحتی داره، قصد بیشتر از 14 روز ماندن را نداشته باشه، این مسافر میگن. نه مثلا کسی که رفته فکر بکنید از اینجا رفته با آلمان قرار است که اونجا تحصیل بکنه، کار بکنه، ویزه 2 ساله داره 3 ساله داره، بگه من مسافر هستم، این مسافر گفته نمیشه. قرار نباشه بیشتر از 14 روز بمانه، برای اجازه است که روزه را بخوره. و او هم عین چی، یعنی اگر برش زمینه مساعد باشه یا مثلا هتل ها جایی هست که مسافرین میاین بوجه میخورن، دیگه نباید کسی با آنها ایراد بگیره، انتقاد بکنه، الله برشان اجازه داده. اگر زمینه مساعد بود که چون معمولا غذا خوردن یک هوس داره، زمان یک فرد میبینیم غذا رو به خوشمزگی میخوره، من روزه دارم دلم هوس میکنه، اگر جلوه روی یک روزه دار نخوره بهتر هست، ولی بر روزه دار هم بر مسافر هم اجازه است که روزه را کاملا بخوره. و این کسایی که کار شاقه انجام میتن در روز مثلا کارشون خیلی مشکل است یا هم زیاد گوش نمیشن، زیاد توش نمیشن، اینا چی رقم کنن؟ کسایی که کار شاقه میکنن، اولا فرق بین عبادت و کار را باید ما و شما بکنیم. در جایی که عبادتی که مزاحم کار ما و شما میشه نباید رو انجام بدیم، چون روزه دستور الله تبارک و تعالی هست و کار به خاطر امرار معاش هست. اگر کسی یعنی میتونه که این ماه روزه نگیره، یعنی کار نکنه، استراحت بکنه، چون کار شاق است، بگه یک ماه استراحت میکنم، اشکالی نداره، بهترین کار رو کرده، ای اگر توانایی رو داره. ولی اگر کسی یعنی اگر این ماه کار نکنه و از خرج خانه میمانه، از مصارف عید میمانه و زندگیش بسیار با مشکلات دچار میشه و کاری جز کار شاقه نداره و کار رم زمانی که انجام بده روزه گرفته نمیتونه، در همچه حالتی برش بعضی از علما، همه علما نه، بعضی از علما اجازه میدن، میگن برای همچو فردی که در حالت اضطرار قرار میگیره مشکلی نداره، این فرد هم روزه رو بخوره، کار خود رو پیش ببره و بعداً غذایی بیاره. خب بعضی دیگه چی میگه؟ بعضی دیگه ای که در مورد کار شاقه میگن که یعنی نه، شما به هیچ صورت حق ندارین روزه را بخورین، یعنی به خاطر کار دیگه میگه شما اجازه خوردن روزه را ندارین. خب او نمیتونه دیگه وقتی تمام روزش مصروف کار باشه و کارش خیلی سخت باشه، مطمئنا هم گوش نمیشه و هم توش نمیشه، شاید برای بدنش ضرر برسونه، شاید مریض شه، چیکار میکنه؟ خب گاهی اوقات اتفاق میفته برای 1 سال است همین، نه بله. به همون خاطر علما میگن که برای 1 سال اگر هست، 1 سال حال کار شاقه است، این مسافر هست، رفته مثلا از این کشور به کشور دیگه رفته و از اونجا بیرون میشکنن، کار شاقه است، اشکالی نداره روزه رو بخوره بعداً قضا بیاره. ولی اگر کسی که طول عمر همیشه یعنی کارش هم روالش همیشه همین گونه هست، فکر بکنین مثال بر شما بدم، یک نانوا، یک کسی که نان پخته میکنه، خبازی میکنه، کارش همیشه سر کارش با آتش است، بسیار توش نمیشه. خب این بگه که من روزه نمیگیرم چون کارم شاق است، برای فرد اجازه نیست.
چرا؟ چون یک سال به 12 ماه نان پخته میکنه و هیچ زمان فرصت برای غذا آوردن روزه نمیکنه. اما یک کسی که یعنی هیچ در حالت اضطرار قرار میگیره و یک سالی هست اتفاق میفته، بر او فرد اجازه هست که مثلا یک سال را بخوره و بعدا باز دوباره قضا بیاره. کفاره لازم نیست. نه کفاره لازم نیست. قضایی. بسیار تشکر از شما جناب استاد بابت معلومات مفیدی که دادین. زنده باشین. خیر باشین. وطنداران عزیزم، صحبت های برنامه به پایان میرسه. تا برنامه بعد شما رو به خداوند منان میسپارم. الله یار و نگهدارتان.